چون گمراهی دو نوع هست، یا گمراهی عالمانه هست یا گمراهی جاهلانه. گمراهی عالمانه خطرناکتر و زننده‌تر و کشنده‌تر است. به همین خاطر الله تبارک و تعالی بعد از بیان صراط مستقیم و راه کسانی که مورد نام قرار دادن، اول اینا را معرفی میکنه، غیر المغضوب علیهم، نه راه کسی که دانسته از مسیر حق گمراه میشه در رأسهم. یعنی چی؟ اینجا یک مفهوم دیگه در ذهن انسان بیدار میشه که تنها شناخت حق کافی نیست. خیلی کسایی هستن حق را میدانن گمراه، پس غیر المغضوب علیهم اینا مورد غضب الله قرار میگیرن. یعنی عذاب اینها شدیدتر است. دانسته حق را نقض کردن و انسان بالفعل میبینه. غضب الله چیز کوچکی نیست که انسان بتونه ازش فرار بکنه، انسان نادیده بگیرش. غیر المغضوب علیهم، اون غضبی که انسان از اون نجات نمییابه، قسم به الله از نجات نمییابه و پشیمانی سودی بر انسان نمیده و راه نجات نداره و راه بازگشتی هم نداره.